هایی که شما میسازین نسبت به دیگر پاور بانک ها چه خصوصیات داره؟ یک خصوصیاتش هم است که پاور بانک که ما میسازیم از بطری لیتیوم ساخته میشه و لیتیوم عمر خیلی زیاد داره. مثلا بطری که ما استفاده می‌کنیم 500 سایکل داره. 500 سایکل به این معنی که 500 بار چارج خالی میشه و پس فول میشه. قیمت ترین پاور بانک تون کدام پاور بانک است؟ قیمتش چند است؟ فعلا قیمت ترین پاور بانک ما بالاترین پاور بانک ما از این پاور بانک 1 لگیمیش از رد امده 1 لگیمیش 60 امپر بطریش است. اگر یک هموطن متنوع اگر تلویزیون روشن بکنه تا تلویزیون 7 ساعت کار میده. باز خاطر تلویزیون یگون گروپ و چارجگر باشه باز یک شب باشه کار میده. خاطر هم 7 ساعت 6 ساعت کار میده. باز اگر از برق ایسی نیاز داشتیم خاموش میسازیم و این جای پورتای یو اس بی است که تلفن هم میتونیم دیگه چارج کنیم یو اس بی رو میزنیم چارج میگیره. به نام خدایی که بر عاشق سلام است. سلام و احترامات تقدیم میکنم بر روی ماه تمام هموطنای گل نازنین خوب خودم. امید دارم هر کجایی که هستین در هر نقطه از جهان که ما را بیننده هستین جور و صحتمند باشین. ما مهربان هدایتی در برنامه امروز خود دوستای گلم ما به یکی از شرکت‌های آمدیم که اینجا کار ساخت ساز پاور بانک صورت میگیره. اینجا آمدیم بیشتر صحبت کنیم همراه مسئولشان که پاور بانکایی که میسازن چه خصوصیات داره و اینجا چند نفر همراهشان همکار است و درباره قیمت‌ها و فروشاتشان صحبت کنیم. تا آخرین لحظات بیننده باشین و لذت ببرید. سلام وقتتان بخیر. میشه خدا با دوستای ما معرفی کنید؟ علیکم سلام خوش آمدید. بخیر سلامت باشین. سلام به شما و سلام به بینندگان عزیز. عبدالبصیر مومنی هستم رئیس کارخانه سنتر پاور. بسیار خوب. ما دوست دارم سوال خود از اینجا شروع کنم که شما چگونه و چرا کار ساخت ساز پاور بانک شروع کردین؟ ما وقتی که خود ما یک روز به ما نیاز شد مشکلات برق داشتیم بالاخره تصمیم بگرفتیم که چیزی بسازیم تا مشکل خود ما حل شود و هموطنان ما مشکلش حل شود. چون در بازار است چیزای وارداتی بسیار قیمتش بالاست و کیفیتش خیلی پایین است و ما تصمیم بگرفتیم که یک پاور بانک بسازیم و قیمت مناسب باشه و هم کارکرد و کیفیت خوب داشته باشه. بسیار خوب. پاور بانکایی که شما میسازین نسبت به دیگر پاور بانک ها چه خصوصیات داره؟ یک خصوصیاتش هم است که پاور بانک که ما میسازیم از بطری لیتیوم ساخته میشه و لیتیوم عمر خیلی زیاد داره. مثلا بطری که ما استفاده می‌کنیم 500 سایکل داره. 500 سایکل به این معنی که 500 بار چارج خالی میشه و پس فول میشه. یک روز بعد که اگه ما استفاده بکنیم چارج شه تقریبا 5 سال 20% عمر خود کم میشه. بعد از 5 سال هم دیگه 80% عمر خود میمونه. به اون خاطر ما یک ویژگی پاور بانک ما میشه که از لیتیوم کار گرفتیم و هموطنان ما مشکلات زیاد این بخش داشتن میرفتن بطری تیزابی استفاده میکردن. بعد از 6 ماه یک سال خراب میشد و قیمتش هم خیلی زیاد بود و اوج هم زیاد میگیره. ما یکی از خصوصیات پاور بانک ما میشه که از بطری لیتیوم ساختیم کیفیت کارکردش عمرش خیلی زیاد. بسیار خوب. ساخت یک پاور بانک چقدر مدت وقت در بر میگیره؟ ساخت یک پاور بانک خود فعلا کارخانه ما در سطح بسیار پایین است و پیشرفته نیست. دیگه ما در طول یک هفته نتیجه کار ما معلوم میشه. مثلا در طول یک هفته بخش کاورسازی ما کاور میسازه. بازو که آماده شد کاور آماده در طول یک هفته کسایی که بخش بسته‌بندی میکنن و وایرینگ میکنن باز طول یک هفته بسته‌بندی میشه. در طول یک هفته از پاور بانک یک لگیمی ما تقریبا 40-50 تا بسته میتونیم. از پاور بانک 50000 ما یک 30 تا 40 تا میتونیم. از پاور بانک 30000 میشه ما یک 30 تا 40 تا میتونیم. به این تعداد میتونیم که ما در یک هفته تولید بکنیم. بسیار خوب. درباره مراحل ساخت یک پاور بانک بگو که ساخت یک پاور بانک کدام مراحل در بر میگیره؟ مراحل چندین مراحل در بر میگیره که خود بخش کاورسازی است. از ما از آینای خام مواد خام ما میاریم باز یا برشکاری میشه جوشکاری میشه خودکاری میشه باز میره در مرحله رنگ میره رنگ میشه بعد از باز در مرحله چاپ میره چاپ میشه باز در مرحله وایرینگ و بسته‌بندی میشه که وایرینگ میشه بسته‌بندی میشه باز در مرحله بطری سازی میشه که بطری لیتیوم میتونه آماده باشه برای ما نظر به همون ایمیج و کیفیت که میخوایم به اون نظر ما با فرمولش ما بسته‌بندی میکنیم رنگ میزنیم باز بطری سازی میشه بالاخره بسته میشه تکمیل میشه. زمانی که مثلا ما بخوایم بیایم یک پاور بانک بخرم از کجا بفهمم که پاور بانک بهترین است و قدرت چارجش بالاست؟ ما نظر به گفتاری که با مشتری میگیم ما نظر به او وارنتی کارت میتیم. وارنتی کارت شرایط مهمی است که وقتی که ما همین خصوصیاتی که به شما گفتیم شما رفتیم تست کردین که همون خصوصیات داشت ما مسئول هستیم. ما اون چیزا باید به شما عرضه بکنیم. اگر اون کارکرد نداشت ما دوباره براتون تبدیل میکنیم. وقتی شما برید استفاده کردین میفهمید که واقعا اون چیزی که ما گفتیم اون چیز بود. قیمت ترین پاور بانک تون کدام پاور بانک است؟ قیمتش چند است؟ فعلا قیمت ترین پاور بانک ما بالاترین پاور بانک ما از این پاور بانک 1 لگیمیش از رد امده 1 لگیمیش 60 امپر بطریش است. اما پلان داریم ان شاء الله که ما از این بالاتر هم بسازیم نظر به امکانات دیگه. اگر هموطنان ما خدمت همکاری بکنن از محصولات ما حمایت بکنن و خریداری بکنن تجاری از ما حمایت بکنن از ما جنس‌های ما رو به فروش برسانن ما میتونیم که از این بالاتر بسازیم. 1 لک مثلا
وات یک کیلووات تا 5 کیلووات ما بسازیم تا مردم از این مشکلاتی که فعلا دارند از مشکلات بی‌برقی در ولایات در ولسوالی‌ها در قریه‌جات از این مشکلات نجات پیدا بکنن یک چیزی بسیار اقتصادی و کیفیت بالا داشته باشه. بسیار خوب. باز قیمتش چند است؟ قیمتش مثلا یک کیلووات که فعلا ما از بطری تیزابی خانه خود اگر ما بخوایم تهیه بسازیم تا 25000 تا 23000 روپیه تمام میشه. اگر ما بسازیم شاید 18000 بسازیم و کارکرد و عمرش هم خیلی زیاد میشه. بسیار خوب. چند نفر اینجا همراه شما همکار است؟ چند نفر کار میکنن؟ فعلا ما 8 نفر هستیم کار میکنیم. دیگه بخش تا 8 نفر است. کسایی که همراهتان کار میکنن در بخش ساخت ساز پاور بانک کدام رشته خاص خواندین؟ تجربه در ساخت ساز ازی دارن؟ بله دوستان ما تجربه هم دارن و خود تحقیق و تجربه خودش باز تجربه کاری انسان به هر چیز میرسه. ما یگانه چیزی که زیاد ما تاکید میکنم در بخش تجربه از کسایی که مثلا نظری خوانده کسی که عملی کار کرده با خوبتر کار میکنه او بهتر سرش خلاص میشه. باز ما تو نظر به تحصیل زیاد نکردم، تحقیقات زیاد کردم. در بخش تحقیقات کردم خودم یک مخترع هستم تنها پاور بانک نه هر چیز میتونم که تولید بسازیم و بکنیم. اگر امکانات باشه ما میتونیم بسیار چیزایی که تولید کنیم. فعلا ما در بخش پاور بانک میخوایم کار کنیم چون همین بخش زیاد نیاز است فعلا در افغانستان. بسیار خوب. درباره فروشاتت برام بگو. فروشات در روزا چگونه است؟ فروشات الحمدلله خیلی زیاد است و از وقتی که هموطنان ما را که از صفحات مجازی و از تلویزیون دیده هستند ما زیاد تشویق می‌کردن و زیاد تقاضا هم زیاد شده، تا از بعضی کشورها تقاضا شده. دیگه ما متاسفانه امکانات زیاد نداریم تولیدات ما رو بیشتر بسازیم تا بتونیم صادر بسازیم. بعضی کشورها همسایه تولیداتی که ما فعلا داریم تا در کشورهای همسایه تولید نشده. یک پاور بانک مدل جدید است. حالا شاید بعضی هموطنان به دلش بگرده که چه نوع پاور بانک است. پاور بانک است که فعلا نو ساخته شده. در سایت‌های علی بابا و آمازون زیاد دیده میشه پاور بانک. یک چیزی است مشکل یک فامیل یک سیاحت یک نفر ضرورت میشه استفاده میکنه در دفترش میره استفاده میکنه. حتی دکتر میتونه در شبخانه در وسایل ماشینات تی وی استفاده بکنه. یک چیزی کارآمد است. بسیار خوب. بجز از اینکه در کابل شما نمایندگی ساخت سازا دارین در کدام ولایات دیگه شما میخواین شروع کنین یا دارین کدام نمایندگی؟ تا حالا خود نمایندگی نداریم اما تقاضا زیاد شده از مزار از دیگه از قندهار از خوست از جلال آباد از کندوز هر جا ما همونطور در ارتباط هستیم که انشاءالله در میگذار ما میخوایم که نمایندگی داشته باشیم در ولایات. اما جنس ما استفاده شده در کل ولایات ها استفاده شده. ما از طریق ترانسپورت برشان روان کردیم، مردم رو زنگ زدن برشان روان کردیم، خودشون آمد از ما خریدن. جنس ما فعلا در بسیار ولایات افغانستان مورد استفاده قرار گرفت. بسیار خوب. فعلا دوستای گلم که وقت معرفی پاور بانک رسیده که میخوایم براتون معرفی کنم. میشه درباره از پاور بانک که پیش روی ما قرار داره درباره از بگویی که به خاطر چند چیز میتونن کسی که بیای بخره استفادهش کنه؟ درست است. ما از پاور بانک یک لگیمه شروع میکنیم. این پاور بانک ما 60 امپیر باتری داره و یک لگیمه میشه. باتریش 400 وات است و اینورتری که برق ایسی میده 300 وات است. این پاور عمومی سه که روشن میشه. وقتی روشن شد ما سه بخش به پاور بانک ساختیم. بخش اول بخش 220 ولت برق ایسی میده. اگر نیاز بود که برق ایسی را استفاده بکنیم مثلا برق ایسی 300 وات لوازم خانه ما از تلویزیون مثلا 50 وات است، لپتاپ 45 وات 40 وات دیگه مثلا پنکه 60 70 وات می باشه، کولر ما 60 70 وات می باشه دیگه، پرینتر ما 30 40 تا 50 وات می باشه. مثلا این وسایل رو میتونیم استفاده کنیم تا 300 وات میتونه به استفاده بکنیم. خواستیم از این استفاده کنیم سویچ دار روشن میشه. این الفرام روشن شد برق ایسی اج تولید میکنه. میتونیم تلویزیون روشن بکنیم، میتونیم که لپتاپ پرینتر وای فای کامره به استفاده بکنیم. اگر یک مثلا ما تنها اگر تلویزیون روشن بکنه تنها تلویزیون 7 ساعت کار میکنه. باز خاطر تلویزیون یگان گروپ و چارجگر باشه باز یک شب میشه کار میکنه. فقط هم 7 ساعت 6 ساعت کار میکنه. باز اگر از برق ایسی نیاز داشتیم خاموش میسازیم و این جای پورتای یو اس بی است که تلفن میتونیم دیگه چارج کنیم، یو اس بی رو میزنیم چارج میگیره. و اینجا پورتای گروپ ساختیم که هموطنان میتونن از گروپایی که خودمون میتونیم استفاده بکنه در دیوار نصب کنه و قسمت لاینش بیاره این فلکش بزنه خلاص. بسیار خوب. باز گروپ خطش است. بازی پاور بانک تان قادر به روشن کردن یک یخچال است. مثلا یخچال چون مصرفش بلند است. یخچال خود میشه، یخچال کلام باز نمیشه. غیر مناسب به یخچال نمیبینیم چون یک پاور بانک است که مشکلات اولیه ما رو حل می‌سازه. مثلا تلفن چارج میتونیم، گروه روشن میتونیم، لپتاپ خود کار گرفته میتونیم، پرینتر خود، تلویزیون خود. یک چیزی وسط و یک چیزی اولیه است. باز به چیزای بعدی گفتم کار زیاد باز می‌خوایم که پاور بانک کلام بسازیم. 1 کیلووات تا 5 کیلووات بتونن که یخچال چالان کنن. دیگه ماشین کلاشی استفاده بکنن، بعضی چیزای دیگه.
و وقتی کار داشتیم پاور امید خاموش میشه و لایت هم داره به حساب چراغ دستی و چارج هم از این قسمت چارج میگیره توسط چارجگرای بسیار برقیش میگه چارج میگیره. درباره ازی برای من معلومات بدین که ایره به خاطر کدام چیز استفاده کردن میتونیم؟ و این دیگهش 50,000 mAh از 20 امپر بیتریش هست، هم لیتیوم است دیگه. این به همین شکل از پاور امید روشن میشه. وقتی که روشن شد یو اس بی برق میاد تلفن چارج میکنه و این تو جای پورتای گروپ داره مثل همین که اگر مثلا ما دو تا گروپ میتونن دو تا شاب استفاده کنه این کارو بگیره. دیگه چراغ دستی هم داره تنها به حساب روشنایی و تلفن چارج کردن بگم مثلا خوب چیز است. بسیار خوب دوستای گلم، واقعا جای افتخار است که یکی از هموطنان ما بیاین قسم پاور بانک بسازن، چون فعلا این قسم پاور بانک ها در جای ساخته نشده. واقعا خب مرا خوشم آمد، 100% شما را خوشتان میآید. درباره خدماتتان برای ما بگو. یک مشتری میاد پاور بانک تان میگیره، به مدت بسیار مثلا وقتی که استفادهش میکنه از پیشش خراب میشه، آیا اینجا امکانات پذیر است که دوباره اینجا بیاره و ترمیمش کنه؟ بله، یکی از ویژگی‌های تولید وطن هم است که وقتی که یک چیز از ما از وطن بخریم ویژگیش هم است که کل پرزجاتش پیدا میشه. مثل یک جنس‌های وارداتی نیست که اگه خراب شد دیگه اصلا بندازیم. ما یک کارخانه داریم، ما خود ما در مشتریایی که از ما پاور بانک میخره 1 سال وارنتی کارت میتیم در طول 1 سال به مشتری خدمات بخیر رایگان دادیم برشون. حتی یک پرزش اگه بسوزه خراب شه ما رایگان برشون تبدیل میکنیم، هیچ پیسه از پیشون نمیگیریم، رایگان تبدیلش میکنیم. بعد از 1 سال هم اگر هر مشکلی ایجاد شوه بیاره ما فقط پیسه پرزه رو میگیریم رایگان برشون میسازیم. بسیار زیاد تشکر که همراه ما برنامه داشتین. به عنوان آخرین سوالم چی پیام دارین کسایی که شما را بیننده هستن؟ کامرای چنل یوتیوب ما هایپرمدیا در خدمتتان است. تشکر، خواهش میکنم، خیلی بیارین زحمت کشیدین. پیام ما همیشه که اگه پیام خو به هموطنان همیشه که همیشه کوشش کنن از محصولات وطنی استفاده بکنن. محصولات وطنی کیفیتش نظر به وارداتی خیلی خوب میباشه. اگر یک کارخانه یک چیز تولید میکنه او اگر جنس بی کیفیت تولید بکنه کارخانهش برو به شکست میشه. اما یک تجار که یک چیز وارد میکنه یک دفعه سودا کرد فایدهش گرفت دفعه بعد یک چیز دیگه میاره او بی تفاوت از کیفیتش خوب باشه و بالا باشه. و دیگه ما کوشش کنیم که سری ساخت خود افغانستان ما کار بکنیم. ما بسیار شرکت ها داریم، بسیار فابریکا داریم، بسیار جنس های با کیفیت میسازن، ما با نام دیگه میزنن، نام یک کشور دیگه میزنن. حتی بعضی هموطنان ما تقاضا کردن گفتن که تو امیر ساخت بسیار چیز خوب است میدن افغانستان نتن میدن ترکیه بدن که چین بزنن که به فروش برسه. ما تو نمیخوام به انگیزه را تغییر بدیم، باید ما انگیزه را تغییر بدیم. ما وقتی که خلاقیت یک کار داریم، توانایی یک کار داریم، چرا با نام خود افغانستان نشه؟ چرا نام خود افغانستان بالا نره که ما به نام کشور دیگه بزنیم؟ دیگه از تجارت متقاضای ما میسته که پیام ما میسته که ما سریعا تو شرکتایی که فابریکایی که در افغانستان چیز تولید میکنن بیان از این حمایت بکنن، جنسای امی خود ما را به فروش برسانن. از اینکه برن از یک کشور دیگه وارد میکنن، پیسه رو میارن، پیسه افغانستان رو میبرن بیرون. هم بهتر است که بیارن از خود افغانستان چیز در یک ولایت ها دیگه حتی بتونن یک کشورها دیگه برای صادر بکنن و فروش برسانن. این برنامه ما فعلا تنها به خود هموطنان نه، حتی به دولت نیاز است، به هر پوستخانه نیاز است، به انکشاف دیات نیاز است که بتونن از این برنامه ما استفاده بکنن. به خانه‌هایی که مثلا نیاز داره، فامیلایی که نیاز داره در ولایت در خراجات به یک برنامه داشته باشن، توزیع بکنن. مؤسساتی که میتونن توانایی دارن برنامه بگیرن در سر برنامه ما میتونن که کمک بکنن به کسایی که خصوصا به کسایی سیلاب زده هستند و ولایت‌های مثلا چیز بغلان یا که مردم آسیب دیدن، میتونن که یک برنامه بگیرن به اونا مثلا یارا ببرن در مشکلات بی برگشتن حل میشه. بسیار زیاد تشکر، یک جهان تشکر که همراه این برنامه داشتین. آرزوی موفقیت بیشترتان دارم. تشکر، زنده باشین، خوش آمدید، سلامت باشین. دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر که ما را بیننده بودین. امید دارم تا آخرین نقطه بیننده بوده باشین. این بود برنامه امروزی ما. شما را میسپارم به الله متعال. برنامه های دیگه مرا فراموش نکنین. مواظب خودتان و خوبی هایتان باشین.